با عرض ادب احترام خدمت دامدار و باغدار کشاورز، کسایی که سر کار دارن با دستگاه علفزن و هزینه بالای تیغه. دوستان این تیغا علفزن هست، الماس ها افتاده دیگه، هیچ کارایی هم نداره. ما تو بازار هم گشتیم با خیلی از دوستانم که دستگاه علفزن داشتن، تجربه داشتن، تماس گرفتیم، گفتیم بچه‌ها تیغه نیست که ما خریداری کنیم که لااقل 2 روز کار کنه. گفتن نه. ما آمدیم چه کار کردیم؟ 3 تا از پره‌ها رو بچه‌ها به عقل خودمون کم کردیم. چرا این کار کردیم؟ چون دور بالایی داشت، این فک نداشت که علف رو بگیره. حالا با این روش شما بتونید 1 سال با این علف بزنید و نیازی نیست که هر روز شما هزینه تیغه بدین. و این هم یک تیغه دیگه که بچه‌ها ما از استاد سنگکار گرفتیم، پره‌هاشو کم کردیم، 4 تا روبرو هم نگه داشتیم که بالانس بشه. اینه بچه‌ها 4-5 سالی این تیغه‌ها برای شما کار میکنه و نیازی نیست هر روز هزینه کنیم. برای دوستانتون ارسال کنین بذار هزینه هاشو کم بشه.